سلام دوستای خوبم، میلاد قاسمی هستم و اینجا کانال لذت دویچه. الان توی یک پلیلیستی هستید که دارید گرامر زبان آلمانی رو یاد میگیرید و من این رو مدام تکرار میکنم چون پلیلیستا فرق میکنن با هم دیگه. الان پلیلیست گرامر هستیم، میتونید وارد یک پلیلیست دیگه برای تقویت واژه هاتون بشید که مربوط به سطح A1 A2 و همینطور تا آخر C1. یا همینطور اگه امتحان داری میتونی پلیلیست آمادگی آزمون اون رو ببینی. بدون معطلی میریم واسه آموزش این بخش از گرامرمون. اینجا گرامر درس راجع به بچه‌ها ایغال ونشه کنیوکتیو 2 فرگانگنهایت میخواد صحبت کنه. به چه معنایی هست؟ یعنی آرزو، جمله آرزو غیر واقعی، غال یعنی واقعی، ایغال یعنی غیر واقعی. پس آرزوی غیر واقعی در حالت گذشته رو میخواد صحبت کنه. ما در ترم‌های قبل در رابطه با کنیوکتیو 2 در حالت پرزنسش آشنا شدیم. من برای درس 10 بیشتر الان اتفاقا میخوام پرزنس رو بهتون یاد بدم، چون اگر شما پرزنس رو خوب یاد بگیرید دیگه حالت گذشته و یا فرگانگنهایتی که برای آرزو میاد خیلی راحت میشه براتون. چرا؟ در ادامه بهتون توضیح میدم چرا. اول بریم سراغ این سری جملات خیلی ساده. Ich stehe gegen 8 Uhr auf. به چه معنا هست؟ یعنی من aufstehen یعنی بلند شدن. من بلند میشم حوالی ساعت 8. حالا من میخوام اینجا بیام به حالت گذشته حالا الان حرف بزنم. ببینید فعل اصلا آرزو نیست، داره عملی که انجام. حالا شما بگید من ساعت 8 بیدار شدم، میگید چی؟ بچه aufstehen با بین پرفکت میشه، با فعل زاین پرفکت میشه و به aufgestanden تبدیل میشه. پس میشه ich bin gegen 8 Uhr aufgestanden. پس من میام به این صورت رنگی میکنم. حالا من ساعت 8 بیدار میشوم. این هم میگه من ساعت 8 بیدار شدم. حالا این چی میگه بچه ها؟ این میگه من دوست دارم ساعت 8 بیدار بشم و این جمله در حالت کنیوکتیو 2 در حالت حال حاضر هستش. از کجا میفهمم حاله؟ زمانی که من فعل وردن رو در حالت کنیوکتیو 2 میبرم و تبدیلش میکنم به وردن و اینفینیتیو در انتها میبینم، به این میگم کنیوکتیو 2 در حالت حال حاضر که ما در ترم قبلم داشتیم. پس یک بار دیگه میگم اگر فعل وردن رو من در جایگاه 2 بذارم و یک اینفینیتیو در انتها بذارم، بهش میگم چی؟ به این میگم جمله آرزویی در حالت حال. اما همچنان ما میخوایم گذشته‌اش رو یاد بگیریم. گذشته ساختن چطوریه؟ بهتون میگم هیچ کاری هم نداره. بیایم سراغ این گذشته ساده. میگه چی؟ میگه من ساعت 8 بیدار شدم. جالب شد. حالا میخوایم چی بگیم بچه‌ها؟ میخوایم بگیم کاش من ساعت 8 بیدار میشدم. به همین راحتی. من این جمله رو یک بار دیگه کپی کردم اینجا گذاشتم. میخوام بهتون بگم که خیلی ساده است وقتی که من بخوام جمله آرزو در حالت گذشته رو انجام بدم. نگاه کنید بچه‌ها، این الان گذشته است، به حالت پرفکت هست. اینم چی؟ به حالت گذشته است، پرفکت، اما میخواد آرزو شه. آرزو ساختن چی بود؟ گفتیم که ما وردن رو در جایگاه 2 بذاریم، اما وردن بر زمانی میومد که ما میخواستیم حال حاضر حرف بزنیم. اینجا بسیار بسیار ساده است. من فعل در جایگاه 2 ام رو کنیوکتیو 2 میکنم. کنیوکتیو 2 کردن یک فعل چطوریه؟ باید حفظش کنیم، یعنی قانون خاصی نداره. باید شما به جدولش رو از توی دیکشنری پیدا کنید، ببینید که مثلا فعل شتین آرزوش چیه، بین آرزوش چیه. حالا هر چیزی که الان میخوایم ببینیم. بین رو من میدونم چیه بچه‌ها. بین یک آرزو داره به نام wäre. از کجا میدونم؟ حفظ کردم. Ich wäre gegen 8 Uhr aufgestanden. من کاش ساعت 8 بیدار میشدم. اما همین قدم راحتم نیست. برای گذشته کردن آرزویی میگه اولین کاری که میخوای بکنی اینه که اون فعلی که در جایگاه 2 قرار بود بذاری رو اول بیار جایگاه 1. باشه، من میذارم جایگاه 1. پس اون وش رو بزرگ میکنم، ایشم کوچیک میکنم و در ادامه میگه شما باید یک از پارتیکلی به نام مثلا بلوس، دخ اینا استفاده کنی. حالا اینکه بلوس چیه، دخ چیه، در ادامه توضیح میدم کامل. حالا چی شد؟ wäre ich bloß gegen 8 Uhr aufgestanden. یعنی کاش من حدود حوالی ساعت 8 بیدار میشدم، بلند میشدم. پس الان بلند نشده، میگه کاش بلند میشدم. بسیار بسیار راحت هستش. در ادامه بازم بهتون میگم و میدونید که ما جزومون اینقدر طولانی میشه که دیگه شما آخراش خودتون میگید بسه یا فیلمو میذارید جلو.
میایم قسمت بعد. Ich habe viel Geld یعنی چی؟ یعنی من دارم خیلی پول. بخوام دونه دونه بهتون بگم به همین معنی شد. درسته؟ من خیلی پول دارم. اوکی؟ حالا شما بیاید این جمله رو آرزو کنید. میگید من کاش خیلی پول داشته باشم. این فعل در حالت حاله. میگه ich hätte viel Geld. این رو ما در ترم گذشته داشتیم. فعل حال هستش و هیچ من پارتیسیپل zwei نمیبینم که فکر کنم گذشته هستش. حالا من این ich habe viel Geld رو میخوام گذشته کنم. یعنی میخوام بگم که کاش من خیلی پول میداشتم. این در زمان گذشته. یعنی مثلا پارسال کاش یه عالمه پول داشتم. اگه پول داشتم مثلا خونه میخریدم. این میگه چی؟ خیلی پول دارم، کاش خیلی پول داشته باشم. این میخواد گذشته کنه. اول اینکه من میخوام گذشته حرف بزنم، بس هابن در حالت حال نیستش. بعد چیکار کنم؟ هاته بذارم. نکته‌ای که داره اینه بچه‌ها، من برای اینکه چون نگاه کنید بچه این جمله ایش هات فیلگت درسته ها، اما چون من میخوام از این جمله برای آرزوی گذشته استفاده کنم، حق ندارم از پقتقتوم یک فعل استفاده کنم، بلکه از پرفکت فعل باید استفاده کنم. مثل این بالا بین و آفگشتاندن پرفکت بودن، این من پقتقتوم نیاورده بودم. چون میبینید دیگه در جایگاه دو فعل زان یا هابن هست و در انتها پارتیسیپل zwei هست. پس باید این رو هم همین کارو کنم. باید برم سراغ هابن به حالت پرفکت. اگه یادتون رفته برید دوباره دیکشنری نگاه کنید. هابن در حالت پرفکت تبدیل به هابه و گهاپت میشه. گهاپت. این هیچ از نظر معنایی هیچ فرقی با ایش هاته نداره. اما من باید اینطوری بگم. چرا؟ چون میخوام الان آرزوی این رو بسازم. آرزو ساختن این چی میشه؟ خیلی راحته دیگه. دوباره برمیگردیم. میگیم فعل در جایگاه دو تبدیل به کنجکتیو zwei بشود باشه. هابن تبدیل به کنجکتیو zwei میشه چی؟ هته. تموم شد. حالا میخوام این جمله رو به صورت آرزو کنم. چی شد؟ گفتیم هته بیاد اول و یه دوخ بلوس بذاریم. حالا من بلوس میذارم. هته هم بزرگ، ایش هم کوچیک. به این صورت میخونیم هته ایش بلوس فیل گلد gehabt. کاش خیلی پول داشتم. منظورش گذشته ها بچه‌ها، نه زبان حال. پس من الان دارم به یه چیزی میرسم. میگیم که اگر قرار هست شما حالت گذشته یک جمله رو بیارید و آرزو کنید، باید حتما پرفکت طور اون رو بلد باشید. باید حتما در اون جمله شما پارتیسیپل zwei بیارید، وگرنه نمیتونید از اون جمله برای فرگانگنهایت کنجکتیو zwei استفاده کنید. بازم اگه متوجه نشدید در ادامه ما میایم جلوتر بهتون همه رو توضیح میدیم. میریم بعدی. نگاه کنید. macht 6 Wochen Urlaub in Berlin. او 6 هفته اورلاب یا مرخصی یا گردش رو در برلین انجام میده. میریم جلو. میگه چی؟ würde 6 Wochen Urlaub in Berlin machen. یعنی اون بچه ورده در جایگاه دو و ماخن در انتها، یعنی آرزو داره میزنه. میگیم اون کاش 6 هفته اورلابش رو در برلین انجام بده. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام اینو به حالت آرزو تبدیل کنم. ببینید من الان نمیخوام گذشتهشو بنویسم، برای اینکه مثلا ببینید که آروم آروم شما باید اون گذشته رو حذف کنید. چیکار میکنم؟ هیچ کاری نداره. این فعل مگه فعل حال نبود؟ من اینو باید گذشته کنم. گذشته این جمله چطوری میاد؟ من با فعل ماخنش پس کار دارم. ماخن پرفکتش چی بود؟ بودش هات gemacht میرفت ته. هات میمد در جایگاه دو. حالا ما میخوایم کنجکتیو zwei حرف بزنیم. هات میاد در جایگاه یک، پس میشه هت چون او هستش. بعد من همه اینا رو مینویسم. ببین بچه‌ها به این صورت هت 6 Wochen Urlaub in Berlin gemacht. یعنی کاش اون 6 هفته اورلاب رو برلین میگذروند. فقط یک چیزی کم داره به نام چی؟ بلوس. یادتونه گفتم بلوس رو بذارید. بلوس به این صورت. حالا مثلا من میخوام دوخ بذارم، هیچ فرقی نمیکنه، اما این بذار یا دوخ بذار یا بلوس. چرا؟ بعدا متوجه میشیم. این الان چطوری ساخته شد؟ این خیلی ساده است دیگه. الان برگردیم. اگه مثلا من این براتون نمی‌نوشتم، این جمله رو گذشته کنیم. خیلی راحته دیگه. ببین گذشته این فعل این جمله چطوری بود؟ من بیام اینجا macht 6 Wochen Urlaub in Berlin. ماخن در جایگاه دو اومده. میخوام حالا چیکار کنم؟ میخوام پرفکتش کنم. ماخن هات میشه و ماخن میره ته میشه gemacht. به همین سادگی. حالا میخواد گذشته حرف بزنه. هابن رو تبدیل به کنجکتیو zwei میکنیم. هابن میشه هتن و gemacht هم همون ته میمونه. ببینید بچه‌ها هابن تبدیل به هتن شده. واسه RSC هم که هته میشه. اینکه چطوری هته میشه رو ما در ترم قبل داشتیم. این پایینه من تو این جدول بهتون کامل توضیح میدم. کنجکتیو
کنیکتیو 2 دوباره نکن بچه‌ها برگشتم اولا. کنیکتیو 2 چطوری ساخته میشه؟ خیلی ساده است. وردن به علاوه اینفینیتیو میشه. وردن به علاوه اینفینیتیو باش. گفتیم بچه‌ها ما در ترم قبل داشتیم شما همه جمله ها رو میتونید با وردن و اینفینیتیو بیارید، اما گفتیم بچه‌ها حق نداره شما هابن و زاین رو بیارید. یعنی هابن و زاین رو باید حالت کنیکتیو 2 رو بلد باشید. کنیکتیو 2 فعل هابن چی بود؟ هتن. کنیکتیو 2 فعل زاین چی بود؟ وگن. از کجا حفظ کنم؟ الان یه نمونه و یک رمز ریزی بهتون یاد میدم. توی جدول پایین خوب نگاه کنید. فعل زاین داریم، فعل هابن داریم، فعل وردن داریم، فیندن داریم، گین داریم، کومن داریم، لاسن داریم، شلافن داریم و بیسن. اینا بچه‌ها لازم است همه‌شو یاد بگیرید و فقط میذارم براتون که بهتون یاد بدم که چطوری میتونید تقریبا شما یک کنیکتیو های فعل ها رو یه مقداری با رمز یاد بگیرید. ببینید پقتقتوم فعل زاین چی میشه؟ ما در ترمای قبل داشتیم زاین میشد واقن. یادتونه مثلا برای ایش میشد ایش وا، دو وارست، اسی وا، ویا واقن، ایا وارت، زیون زی واقن. حالا پس همون واقن میشه. کنیکتیو چی بچه‌ها؟ بچه‌ها همون قدری که پقتقتوم از املات بدش میاد، کنیکتیو از املات خوشش میاد. و نگاه کنید بچه‌ها واقعا یه نقطه گرفته شده وگن. همونطوری که برای پقتقتوم ایش و ارسی همیشه یکی میشد، در حالت کنیکتیو هم به همین صورت پیش میاد. یعنی اگر ایش نگاه کنید وگه هست، دو وگست یا وگست هست، ارسی هم بچه‌ها همین وگه هستش. ببین بچه‌ها نکن نوشته خودش ایش زی اس. دو چی به این صورت ویا که تابلو وگن و ایام که وقت هستش. هابن هاتن میشد. کنیکتیو چی؟ تقریبا گفتم بهتون. یه چیکار میکنه؟ املات میذاره میشه هتن. هاتن هتن. هتن آرزوه، هاتن گذشته هستش. پس من اگه هتن یاد بگیرم دیگه کاری نداره دیگه. ایش هته هست، دو هتس، ارسی دوباره بازم هته، ویا هتن، ایا هتت بازم زیان که خودشون میشه هتن. وردن چی؟ من پقتقتومش رو یادمه؟ بله وردن بودش. کنیکتیوش هم با املات میشه وردن. چه جالب شد. اون بالا من بهتون توضیح دادم، گفتم زمانی که شما میخواید فعل حال بسازید، آرزوی حال بسازید، کنیکتیو در حالت پرزنس بسازید، اتفاقا همین وردن همیشه میومد کمک میکرد. دیدید دیگه این بالا اینجا من اینو داشتم دیگه، میگفتن ایش ورده گگن. وردن در جایگاه دو، فعل اینفینیتیو در انتها. این وردن خودش بچه‌ها کنیکتیوه، یعنی از کنیکتیو از کدوم فعل میاد؟ از فعل وردن داره میاد. حالا اینجا هم که خوندیم فیندن چی بچه‌ها؟ فیندن میشه فاندن. اگه یادتون باشه ایش فاند یعنی من فکر میکردم. حالا بازم اینجا یه املات میذاریم میشه فندن، یعنی من کاش فکر کنم. در حالت آرزو حرف میزنه. بعد دوباره میبینید فنده، فندست، فندن و فندت. گین چی؟ گین میشه گینگن. یادتونه؟ و برای ایش میشد گینگ. حالا کنیکتیو چی؟ اینجا دیگه املات اینا نمیگیره. این دیگه قسمتای سخت زبانه دیگه. حالا ما کجا اینا رو بخوام املات بذارم؟ بازم خودش میشه، اما حواستون باشه در حالت کنیکتیو گینگه میشه. اما پقتقتوم واسه ایشش میشد ایش گینگ. کنیکتیو میشه گینگه. می بچه‌ها کومن اگه یادتون باشه کامن میشه و برای کنیکتیو میشه کمن و ایش کمه، کمست و همینطوری میایم پایین و این تمرینایی که پایین هست رو بهش نگاه میکنیم. پس متوجه شدیم که در حالت کنیکتیو و پقتقتوم تقریبا شبیه هم هستن، حتی یه جاهایی برابر هم هستن، یه جاهایی املاتی میگیرن، یه جاهایی تو صرف فعلشون یه سری ا میگیرن و اون یکی ها مثلا ا نداشتش. تقریبا میشه گفتش که کنیکتیو و پقتقتوم به هم دیگه کمک میکنن که همو یاد بگیریم. چیزی که ما الان در این درس نیاز داریم این هستش که چون میخوایم گذشته حرف بزنیم و قرار شد ما همه گذشته هامون رو پرفکت حرف بزنیم و از اونجایی که میدونیم تمام پرفکت ها یا با هابن یا با زاین پرفکت میشن، پس من نیاز دارم که فعل هابن و زاین کنیکتیو رو بلد باشم. چون اگر این وگن و این هتن رو بلد نباشم، اصلا در زبان آلمانی نمیتونم یک آرزویی در زبان گذشته انجام بدم. چرا؟ چون قرار شد که ما وقتی گذشته میخوایم حرف بزنیم حتما باید پرفکت حرف بزنیم. پقتقتوم حق نداریم. میایم پایین تر اینجا همون جمله که بالا براتون نوشتم. ایش هاب فیل گلد، خیلی پول دارم. هت ایش پلاس فیل گلد، کاش خیلی پول داشته باشم. هت ایش دوخ
viel Geld gehabt، یعنی کاش خیلی پول می داشتم. در زمان گذشته است. Ich habe genug Zeit. من زمان کافی دارم. hätte ich doch mehr Zeit. کاش بیشتر وقت داشته باشم. hätte ich bloß mehr Zeit gehabt. کاش بیشتر وقت می داشتم. در زمان گذشته هستش دیگه. ببین بعدی Ich habe im Lotto nicht gewonnen. یعنی من در لوتو برنده نشدم. ببین وقتی وردن دارم میبینم مطمئن باشید که داره حال داره حرف میزنه. würde ich doch im Lotto gewinnen. بعد gewinnen اومده، اصلا فعل حال هستش. ببینید بچه‌ها با وردن در جایگاه اینو متوجه میشیم که وردن همون وردن هستش که در حالت کانجکتیو 2 اومده. میگه چی؟ میگه کاش تو لوتو برنده بشم. بعد جوابش میاد میگیم hätte ich bloß im Lotto gewonnen. کاش توی لوتو برنده میشدم. الان اینجا برنده نشده، یعنی این تقریبا همینه دیگه، نه؟ یک با این جمله 3 تقریبا یک معنی میده. میگه من در لوتو برنده نشدم، این میگه چی؟ کاش تو لوتو برنده میشدم. پس یعنی برنده نشده که این حرف داره آرزو رو میکنه. میبینید بعدی نگاه کنید، میگه ich spreche keine Fremdsprache fließend. من هیچ زبان خارجی رو روان صحبت نمیکنم. اوکی؟ بعدی میگه würde ich doch یا بلاس. بچه ها هیچ فرقی نمیکنه، اینجا میتونم اصلا دخ بذارم. würde ich نکن دخ همین پایین. würde ich bloß eine Fremdsprache fließend sprechen. کاش من یک زبان خارجی را به صورت روان صحبت بکنم. پایینی چی میگه؟ hätte ich doch eine Fremdsprache fließend gesprochen. کاش یک زبان خارجی رو به صورت روان صحبت میکردم. این زمان گذشته است. از کجا میارم گذشتهش رو؟ بسیار بسیار راحته. فعل sprechen رو میبرم برای چی؟ برای گذشته کردن که همون پرفکت بود. میام پایین یه بار از بنویسم بچه‌ها اگه یادتون رفته. sprechen با چی پرفکت میشه؟ با هابن، چون برای ایش اومده میشه هابه و پارتیسیپای sprechen میشه gesprochen. به همین راحتی. هابن قرارشو بیاد اول. هابن میره برای کنیکتسپای هابه میشد هتن. حالا برای ایش اومده میشه هته. این ایشش هم که ای کوچیک یه دخ یا بلوس هم میذارم به همین سادگی. ببینید جمله اینجا دو تا شبیه هم شدن. چی شد؟ هته ایش دخ. البته اینجا این کاینم که باید حواسم نشد عینه کنم دیگه، چون در حد آرزو که نمیگیم که کاش هیچ زبان آلمانی هیچ زبان خارجی رو روان صحبت نمیکردن، که میگن کاش زبان خارجی رو صحبت میکردن. حالا میایم پایینتر. بچه کلا گرامرمون تموم شده، هیچ چیز خاصی نداره، فقط این جمله دارم بهتون میگم که سعی کنید که این جمله ها رو استفاده کنید و حفظشون کنید. بچه‌ها حفظ کردن جملات اصلا مهمتر از حتی یادگیری گرامرشه. چون شما جمله حفظ کنید به مرور شما متوجه میشید که از چه گرامری داره استفاده میشه. Hier ist es so kalt. میگه اینجا هوا چیه؟ خیلی سرده. پایین میگه چی؟ یعنی جلوش میگه wäre es doch nur wärmer. این وقه دارم نگاه میکنن که از فعل زاین داره میاد، یعنی بودن دیگه، نه؟ اینجا داره آرزو میکنه که باشه دیگه. میگه فقط کاش یه ذره گرمتر باشه. زمان گذشته نیستش چون من پارتیسیپ 2 نمیبینم. بعدی میگه ich hab kein Geld. من هیچ پولی ندارم. بعد جلوش میگه hätte ich doch nur etwas Geld. یه کاش من یه مقدار پول داشته باشم. در حالت حال حرف میزنه. بعدی میگه die Putzfrau ist so faul. میگه اون Putzfrau خیلی چیه؟ تنبله. بعد میگه که wäre sie bloß etwas fleißiger. کاش اون یه مقداری چی باشه؟ زرنگتر باشه. meine Tochter hatte einen Unfall. زمان گذشته است. ببینید بچه‌ها میگه دخترم یک تصادف کرده. خب پس من میخوام چیکار کنم؟ میخوام الان آرزو حرف بزنم و گذشته. وقتی که آرزوی گذشته میخوای حرف بزنی 100% جمله‌مون یا با وقن یا با هتن شروع میشه. 100%. چرا؟ چون باید پرفکت صحبت کنی. حالا چون اینجا از فعل پاسیقن استفاده کرده، پاسیقن با زاین پرفکت میشه و اینجا اول میاد دیگه. میگه wäre der Unfall doch nur nicht passiert. میگه نکنید کاش اون تصادفه اتفاق نیفتاده بود. داره زمان گذشته رو حرف میزنه. من اینجا کوچیکش کنم. Der Zug fährt so spät ab. از فعل abfahren داره میاد. فعل جمله حال هستش. میگه چی؟ میگه قطاره خیلی دیر حرکت میکنه. چون حاله پس من یا باید بیام خود فعل abfahren به صورت کنجکتیو 2 بلد باشم
یا اینکه نه، چطوری کانکتیو می ساختیم؟ با فعل وردن می آوردیم و خود آفاقن می بردیم ته، مثل اینجایی که الان این آورده. بسیار راحت بفهمید. میگه ورد doch nur früher abfahren. چرا اینجا اشپتا تبدیل به فوقا شده؟ شما آرزو نمی‌کنید دیگه. میگه اون قطاره داره خیلی دیر حرکت میکنه، شما میگید کاش اون زودتر حرکت کنه. میریم بعدی. Ich kann nicht nach Köln fahren. من نمیتونم به کلن برم. بعد معلومه که جمله حال دیگه، میبرم اونور حال میکنم. حال چی؟ آرزو. و باید بدونم که من مودال ورب ها رو حق ندارم از هابن یا وردن اینا استفاده کنم. باید چیکار کنم؟ باید حتما خود مودال ورب ها کانکتیویش رو بلد باشم. بچه‌ها نگاه کنید، داخل پرانتز بهتون بگم ما برای هابن، برای زاین و برای مودال ورب ها حق نداریم از وردن به علاوه اینفینیتیوشون استفاده کنیم. یعنی شما وردن هابن ندارید، شما وردن بعد جمله رو بگید ته بنویسید زاین ندارید، شما وردن دوباره ته بنویسید مثلا کنن ندارید، بلکه باید خودش رو حفظ کرده باشیم. گفتیم زاین چی میشد؟ میشد وقن. هابن چی میشد؟ هتن. کنن چی میشه؟ کنته. خیلی راحته ها بچه‌ها، پقتقتون رو شاید گرفته بودیم ما، دو تا نقطه بالای همشون میذاریم، به این صورت میشه. بعضیا فقط ندارم، مثلا مثل زولن که زولته نداریم و ولن که ولته نداریم. ما بقیه همشون خودشون میشن و یه نقطه هم میذاریم، مثلا کنن میشه کنته، دورفن دفته، مشتن مشتن و همه مودال ورب ها. حالا اینم چی میگه؟ میگه ich kann nicht nach Köln fahren. یعنی من نمیتونم به کلن برم. اینجا جمله روبروش میشه آرزو، آرزوی حال. یعنی könnte ich doch nach Köln fahren. یعنی کاش به کلن بتونم برم. اونور میگه نمیتونم برم، میگه کاش بتونم برم. بعدی du hast ihm nicht geantwortet. یعنی تو به او جواب ندادی. حالا میخوام چی بگیم؟ بچه جمله گذشته است دیگه، نه؟ هابن و geantwortet اومده. هابن geantwortet گذشته است. گذشته آرزو گفتیم حتما یا با هتن یا با وقن شروع شده. اینجا هم با هتن شروع شده و با چون برای دو اومده میشه هتست. هتست du ihm doch eine Antwort gegeben. حالا geantwortet از فعل antworten اومده، حالا میخواد بگه antwort gegeben. هیچ فرقی نمیکنه دیگه، جواب دادن. چطوری میشه؟ من فعل gegeben رو اومدم چیکار کردم؟ پارتیسیپاشو گذاشتم ته، چون با هابن پرفکت میشد، هابنش میاد اول و هابن تبدیل به هتن میشه و چون برای دو هست میشه هتست. هتست du ihm doch eine Antwort gegeben. یعنی کاش، اینجا دو دیگه، تو به اون یه جواب میدادی. زمان گذشته است. و ادامه بچه‌ها نگاه کنید. Warum habe ich ihr zum Abschied keinen Kuss gegeben? چرا من به اون برای خدافزی، جهت خدافزی، هیچ بوسی ندادم؟ آرزوش چی میشه؟ جمله آرزویی میگه کاش من موقع خداحافظی بهش یه بوس میدادم. میگه hätte ich ihr doch zum Abschied einen Kuss gegeben. و gegeben چون با هابن پرفکت میشه، با hätte میاریم اولش. می بچه ها خیلی ساده است. hätte ich ihr doch zum Abschied einen Kuss gegeben. کاش من به اون موقع خداحافظی یک بوس میدادم. Hier ist es so langweilig. اینجا خیلی چیه؟ کسل کننده است. شما میخوای بگی چی؟ کاش اینجا چی باشه؟ جذابتر باشه. و جمله حال دیگه. من با وقه میگم اینجا چرا وقه اومده؟ فکر نکنید گذشته است، نه، چون اینجا فعل ایسته، اصلا مجبور اینجا وقه بیاره، فعل حاله و هیچ پارتیسیپایی نیستش که بخواد گذشته باشه. وقه است یا doch nur interessanter. میگه کاش فقط جذابتر باشه. اینجا جذابتر باشه. hat keine Zeit für mich. اون هیچ زمانی برای من نداره. جلو میگه چی؟ hätte nur mehr Zeit für mich. یه کاش اون زمانی بیشتری برای من داشته باشه. ادامه. Der Junge spricht so undeutlich. Junge یعنی جوونه. میگه اون جوونه صحبت میکنه ناواضح و حالا میگیم که چی؟ میگیم کاش اون واضح تر حرف بزنه. فعل حاله، حال با وردن میاد. بفرمایید. به همین سادگی میشه چی؟ würde er doch nur deutlicher sprechen. یعنی کاش اون واضح‌تر صحبت کنه. و der Zug kommt immer zu spät. یعنی قطار همیشه خیلی دیر میاد. حالا میخوایم چی بگیم؟ آرزو میخوایم بکنیم که چی؟ کاش به سر وقت باشه، نه؟ wäre er doch nur pünktlicher. یعنی چی؟ سر وقت تر باشه.
خب یا مثلا اگه من میخواستم اینو نگاه کنم، بچه‌ها میخوان جمله رو عوض کنم، همین جمله رو بیام آرزو کنم. یعنی میگم که دتسو کامت ایماتسو اشپت، حالا بخوام بگم که مثلا بیاد زودتر، مثلا دیرتر میاد، همیشه زودتر بیاد، کاری نداره. اومدن رو من میخوام آرزو کنم، چون فعل حال ورده میاد. ورده ار همون درسوگه دیگه. دخ نو پونکلیش، حالا مثلا میگم فقوا و آمدن کمن، به همین سادگی. همین جمله درسو کم من با فعل ایست و گکومن گذشتش میکنم. مثلا خیلی ساده نگاه کن، میگه قطاره خیلی دیر اومد. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که کاش قطاره سر وقت میومد، گذشته است. خب میومد گذشته، دارم آرزو حرف میزنم و چون حرکتی هست با وقه میارم. حالا کاش سر وقت میومد، اینجا یک کامن میذارم و من حالا پونکلیشارم که باید عوضش کنم به این صورت. حالا معنی بخونم اینا اشتباه نباشه، میگم وقه doch nur pünktlich gekommen. کاش اون فقط سر وقت اومده بود. ببینید بچه‌ها، gekommen wäre، کاش اون سر وقت اومده بود. میایم پایین. mein Hund Bello ist gestorben، یعنی سگ من بلو مرد. بعد میگیم چی؟ würde er doch noch leben، کاش اون زنده باشه، یعنی ازش الان کاش زنده بود و زندگی میکرد. بعدی جنی kann nicht kochen، یعنی جنی نمیتونه آشپزی کنه. حالا میخوام جمله رو به صورت آرزوی حال بگم، میگم könnte sie doch bloß besser kochen، کاش اون چی doch bloß besser kochen، کاش اون بتونه بهتر آشپزی کنه. ما چقدر گذشته توی جمله‌مون حرف میزنیم، از فعل حال هم بیشتر استفاده میکنیم. Ich habe Erika nicht gesehen، من اریکا رو ندیدم. حالا میخوام بگم چی؟ میگم کاش دیده بودمش. فعل gesehen هست، با هابن پرفکت میشه، پس جمله با هتن شروع میشه. هت ich sie doch nur gesehen، این دوخه نوعه بچه‌ها میتونید بیارید یا اینکه مثلا به جای دخ بلس بذارید، هیچ فرقی نمیکنه ها. یه کاش من اون رو دیده بودم. خیلی خیلی ما از این جمله ها داریم. حالا یه چند تا بایشپیل برای بچه‌هایی که حالا فورتگشریتنه یعنی حرفه‌ای تر هستن براتون اینجا نوشتم. بچه‌ها 10 تا جمله است. هدف من از نوشتن این جمله ها این هستش که شما این ذره با جمله ها و واژه های جدیدتر آشنا بشید و سعی کنید که از اینها توی شپقشنتون استفاده کنید. و این جمله ها چون جمله های درست و صحیح هستن، بچه اگه حفظش کنید شما توی تماهای مختلف میتونید از اینا استفاده کنید. حالا بریم با هم دیگه بخونید چی میگه. مثلا میگه که es wäre großartig ein berühmter Rockstar zu sein، میگه چی؟ یک ستاره راک معروف بودن خیلی چیه؟ großartig. großartig یعنی خارق العاده. Ich wünschte، من آرزو میکنم ich hätte mehr Zeit für meine Hobbys، که من وقت بیشتری برای تفریحاتم، هوبی هام چی داشته باشم. یعنی داشته باشم زمان حال هست و آرزو داره میکنه. ich hätte، ببینی بچه ها، ich wünsche یعنی آرزو میکنم و جمله روبروش هابه نمیگه من وقت زیادی برای هوبی هام دارم، میگه من و کاش وقت زیادی برای هوبی هم داشته باشم، زمان حال داره حرف میزنه. بعدی میگه اسوق فانتاستیش، این خیلی عالیه، فانتزیه، خیلی عالی هستش، فانتاستیش هستش. دیولت سو بغایزن، دنیا رو سفر کردن. آنت فرشیدن کلتورل کنن سولن، و فرهنگ های مختلف رو آشنا شدن. اینجا من میدونم که بچه‌ها نها کنین، من دیگه ادامه نمیدم و ریز نمیگم، به خاطر این هستش که گرامرش رو بهتون یاد دادم. اینجا اینفینیتیو سو استفاده کرده. چرا؟ چون من پشتش اگه یادتون باشه تو گرامرها خونده بودیم اس میاد و با یک صفتمون که مثلا اینجا حالا فانتاستیش هستش، مثل این بالا نگاه کنید اس اومده با گوس آرتیش، اینجا سو اومده سو زاین. دیگه من الان نمیخوام حالا اینا رو درس بدم بهتون، فقط شما این جمله ها رو سعی کنید که حفظ کنید. Es wäre schön ein Instrument spielen zu können، خیلی عالی، خیلی زیبا میشه، نکنید هست نه میشه، خیلی زیبا میشه. این اینسترومنت یک ساز موسیقی را بتونم بنوازم. میبینید بچه‌ها، یعنی توانستن یک ساز موسیقی خیلی عالیه. Ich träume davon، من این رویا رو دارم. ein erfolgreicher Künstler zu sein،
یک هنرمند موفق شدن. اس wäre toll. میدونید چرا بازم wäre اومده و در حالت کنجکتیو 2 هستش. میگه اون عالی میشه چی؟ die Lotterie zu gewinnen und finanziell Freiheit zu haben. و از آزادی مالی داشتن و توی اون لاتاری چیکار کردن؟ برنده شدن. خیلی عالی میشه. و بچه دیگه حالا مثالای بعدی که حالا من براتون یه لحظه اینجا کنجکتیو 2 ها رو پررنگش کنم. اینجا کنته هستش، wäre و اینجا می بچه ها خیلی ساده. اینجا نگاه کنیم مثلا شماره 7 رو ich wünschte ich könnte fließend mehrere Sprachen sprechen. wünschte هم خودش اینجا در حالت کنجکتیو 2 هستش. میگه من دوست دارم آرزو کنم چیو؟ من بتونم به صورت روان زبانهای زیادتری رو صحبت کنم. Es wäre erfüllend andere Menschen in Not zu helfen. که بقیه آدم ها رو در مواقع ضروری چیکار کنم؟ حمایت کنم. Es wäre ein Abenteuer in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten. Abenteuer هم قبلا داشتیم دیگه به معنای روحیه ماجراجویی و توی همین کتابمون داشتیم. Ich hätte gern die Möglichkeit. من دوست دارم که این امکان رو داشته باشم چیو که چی؟ die Zeit zurückdrehen die بچه ها zurückdrehen und bestimmte Entscheidung ändern و جفتشون 2 تا سو دارن و چرا؟ چون من یاد گرفته بودم اگر هابن و با یک نومن بیاد میتونم جمله بعدیم رو با سو بگم. zurückdrehen یعنی برگشت دادن، بازگرداندن. بچه دقیقه یعنی چرخاندن، یعنی به این صورت به سمت عقربه ساعت که میچرخونید بهش میگن دقیقه. حالا سوق دقیقه عقب چرخوندن. مثلا ژیر شوفاژ رو شما دقیقه میکنید، حالا سوق دقیقه میکنید برمیگردونید. اینا چی میگه؟ میگه من دوست دارم که این موکلیشکایت و این امکان رو داشته باشم که چی؟ زمان رو برگردونم و تصمیمات دقیق تری رو یا دقیقی رو چیکار کنم؟ معینی رو، تعیین کننده ای رو عوض کنم. اگه میخوای پلوسکوان پرفکت ماضی بعید رو توی آلمانی یاد بگیری و همینطور ناختم رو میخوای یاد بگیری، ویدیوی بعدی رو از دست نده. مواظب خودتون باشید. تا بعد.